وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. و خداوند را از آنچه ستمکاران می کنند بیخبر مپندار، جز این نیست که کیفر آنان را برای روزی که چشمان در آن خیره می شوند به تأخیر می اندازد. حکومت دست نشانده روسیه به سرکردگی امام علی رحمانوف طی 23 سال برای ملت برومند تاجیکستان جز بدبختی، فلاکت، ظلم و ستم، آوارگی و دربدری، مسخ فرهنگ و دیانت ملت چه به همراه داشته است؟ دارایی و ثروت کشور در دست مافیای خانواده رئیس جمهور است. سیرابترین کشور منطقه از مشکلات حاد بیبرقی و خاموشی رنج میبرد. به مدت 5 تا 6 ماه سال ملت زحمتکش تاجیک در بیبرقی با سرمای طاقت فرسای زمستان دست و پنجه نرم می کنند. بیکاری در کشور بیداد می کند. در پدیده‌ای وحشتناک در جهان بشریت بیش از 1/4 جمعیت کشور یعنی 2 میلیون جوان آواره تاجیکی در روسیه مجبورند در وضعیت بسیار بغرنجی تن به کارهای پست و شاق دهند تا لقمه نانی برای خانواده خود تأمین کنند. فقر و فلاکت، بیکاری و دربدری، فحشا و بیبندوباری، آمار وحشتناک فرار مغزها از کشور، درصد هولناک طلاق، بیماری‌های روانی ناشی از فشارهای اقتصادی و سیاسی، سربریدن تمام معانی آزادی و شعور به انسان بودن، به زنجیر کشیدن دین خدا و علمدار کردن دیکتاتوری و به بردگی گرفتن ملت عنوان شاخص حکومت ابوالهول در تاجیکستان است. انتخابات پارلمانی سال 2010 میلادی کمر طاغوتیان چیره بر مملکت را در هم شکست. با تمام تلاش هایی که در راستای مسخ هویت دینی تاجیکستان در طول سالیان پیش انجام گرفته بود، اسلامگرایان و در رأس آنها حزب نهضت اسلامی با درصد آرایی خارج از تصورات تحلیلگران برنده مطلق انتخابات بودند. قلدران چماق به دست که غرور و هیبت خود را در زیر پاهای مردم آگاه و فریخته تاجیکستان دیدند، در یک درامای مهزله آمیز تنها 7% آرا را به حزب نهضت اسلامی با 40,000 عضو و صدها هزار طرفدار تخصیص داد. این شکست وحشتناک فرعون مست قدرت را در خود خورد کرد و او را واداشت با زدن تیشه به ریشه این ملت از آنها انتقام گیرد.
تمامی جریانات دینی از سوی دادگاه عالی نمایشی ممنوع اعلام شد و ده‌ها تن از مخالفان سیاست‌های جائر و ضد انسانی رحمانوف به بهانه‌های انتماء به جماعت تبلیغ، اخوان المسلمین، سلفی گرایی، حزب تحریر و غیره روانه سیاه چالهای شکنجه و مرگ این دزدان خوناشام شدند. حکومت چون مار زخمی هر کسی که کوچکترین خطری را از جانب او احساس می کرد را از سر راه خود بر می داشت. محمد روزی اسکندروف به مدت 23 سال روانه زندان تار و نمناک اهریمن شد. میرزا ضیایوف وزیر سابق به بهانه مخالفت با حکومت کشته شد. تمامی اموال و دارایی‌های تاجر نامدار کشور زید سیدوف توسط راهزنان حاکم بر کشور مصادره و خودش برای 26 سال روانه زندان شد تا در آنجا زنده دفن گردد. عمر علی قوتوف تاجر سرشناس دیگری که توانست از دست این مافیای جنایت فرار کند، ماه گذشته در استانبول ترکیه توسط مزدوران رحمانوف ترور شد. بازار شخصی استاد محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی توسط همین دزدان سرگردنه مصادره شد. مصادره بازار اینام در ناحیه شهر طوس ولایت ختلان با استفاده از نیروهای دولتی توسط محب الله سعداللهیوف برادر خانم رئیس جمهور از مالک زحمتکش آن خانم صنوبر عبداللهیوه. سرکرده های ظلم و ستم که برای ویران کردن و مسخ هویت دینی ملت تاجیک مبالغ هنگفتی از خدایان خود در شرق و غرب دریافت می کنند، در مقابل رشد اسلامگرایی و بازگشت ملت تاجیک به هویت دینی خود و بالا رفتن درصد نارضایتی و خشم ملی از چپاولگری ها و دزدی های سران به وحشت افتاده با سیاست های بسیار ابلهانه اعلام جنگ با خدا کردند. در سال 2011 حکومت با تصویب قانون مسخره‌ای مسئولیت والدین، کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را از رفتن به مسجد، آموزش دین، مشارکت در فعالیت‌های دینی ممنوع اعلام نمود. بیش از 1000 دانشجویی که در کشورهای مصر، سعودی، پاکستان و مدارس دینی اهل سنت ایران مشغول به تحصیل بودند را زیر فشار قرار داد تا به کشور بازگردند. قانون دیگر با عنوان پرچمچراغ آزادی وجدان و اتحادیه های دینی به تصویب رسانید و با گذاشتن شرایطی غیر قابل تطبیق ثبت نام دوباره بسیاری از مساجد را لغو و فعالیت های آنها را متوقف ساخت. جالب اینجاست که این جوجه کمونیست های نابخرد از یاد برده اند که 70 سال زجر و آدم کشی خرسروس و داس و چکش او نتوانست ملت مسلمان تاجیک را از دین و ایمانش جدا سازد. حال این ابلهان ابوالهول گمان میبرند با ویرانی خانه خدا میتوانند ایمان را از دلهای بدزدند که شیدای دین و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم اند. از سال 2013 جنگ یک طرفه حکومت ددمنش با ملت شدت گرفت. 50 مسجد در ناحیه عبدالرحمن جامی به بهانه واهی فعالیت غیر رسمی به مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی و استادیوم ورزشی تبدیل شد.
100 مسجد تنها طی 3 سال اخیر در ولایت ختلان به دلایل واهی پلم شد. 20 مسجد در 20 آوریل همین سال به بهانه نداشتن جواز تعطیل و هر یک از 8 نفری که در این مساجد مشغول خدمت بودند به 250 سامانی جریمه شدند. 6 مدرسه دینی در ولایت سغد بسته شد. 350 مسجد دیگر ولایت سغد به هشدار دادستان این ولایت به بهانه غیرقانونی بودن بسته خواهد شد. مسجد حزب نهضت اسلامی پلم شد. فعالیت‌های مسجد محمدیه که برادران تور جانزاده در آن فعالیت می‌کردند تعطیل شد. 28 مسجد در منطقه درواز، 16 مسجد در منطقه ونج و 11 مسجد در منطقه مرغاب به دنبال دستور امام علی رحمانوف بسته شد. بالغ بر 70 مسجد در مناطق جنوبی کشور به چایخانه، بنگاه طبی، مراکز هنری و فرهنگی تبدیل شدند. با قرار شورای علما رفتن زنان به مساجد منع شد. ممنوعیت سفر جوانان پایین 35 سال به حج و عمره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند تمام زمینش را جای نماز مؤمنان قرار داده، اما حکومت خدا نشناس رحمانوف نماز در غیر مسجد و خانه و یا قبرستان را جنایت قابل پیگرد قانونی می داند. تمامی این جنایت ها که با تبلیغات سو و بدنام کردن شخصیت های ملی مذهبی کشور امثال استاد حاجی اکبر تور جانزاده، استاد محی الدین کبیری، ایشان نورالدین، ایشان محمود جان، حاجی مرزا، مولوی عبدالرحیم و سایر علما و اندیشمندان همراه بود، نه تنها هیچ نتیجه نداشت بلکه بر روند اسلامگرایی مردم مظلوم و آگاه کشور افزود. حکومت در اقدامات عجولانه ناشی از دست پاچگی با گماشتن ملاهای درباری و به حاشیه کشیدن و یا به زندان انداختن علمای آگاه و روشنفکران مردمی خاص تا منبرهای مساجد را نیز چون تریبیون رسانه ها به اشغال خود گیرد. با وجود اینکه از اوایل سال 2007 میلادی وزارت آموزش تاجیکستان حجاب را در مراکز دولتی ممنوع کرده بود و این کشور با جمعیت بالای 98% مسلمان تنها کشور جهان بود که به حجابی با چماق قانون بر مردم اعمال میشد، روند عفت و پوشش اسلامی روز به روز گسترش می‌یافت. این روند بیدارگری در کشور رئیس جمهور مغرور مبتلا به مالی خولیای قدرت را بران داشت تا ناموس ملت با غیرت تاجیک را به باد مسخره گیرد. او در مراسم روز زن در 6 مارس امسال در خطاب تحریک آمیز مقابل بیش از 500 زن پوشش اسلامی زنان تاجیک را پدیده شوم و لباس بیگانه دانسته نوکران شهوتران خود را تحریک کرد تا بر غیرت و ناموس ملت بتازند. عجب ابلهان بیخردی. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. ما مثالهای زیادی در دست داریم که از جانب زنان و دختران سترپوش استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه‌های ملی ما هویت و شأن و شرف زن تاجیک تماما و فرسخ‌ها دورند. حقا عاقل از سرنوشت دیگران عبرت میگیرد و احمق عبرتی می شود برای دیگران. شاه ایران و مصطفی اتاتورک ترکیه دقیقاً همین راه را پیمودند و در نهایت خشم ملت‌ها آنها را به نفرین تاریخ بدل نمود و حال این بت‌های توخالی مست غرور همان راهی را در پیش گرفته اند که جز خواری و زبونی و در نهایت زنده به گور شدن در زیر آوار خشم ملت‌ها چیز دیگری برایشان به ارمغان نخواهد آورد. پس از این هذیان و هلوسه رئیس جمهور، مأموران حکومتی و امنیت و پلیس و قشون لباس شخصی شهوتران در کوچه و بازارهای کشور به آزار و اذیت زنان با حجاب و مردان ریشدار گماشته شدند.
چماقداران حاکم بر تاجیکستان این ملت را یتیمان بی سرپرست و برده‌ها و غلامان حلقه به گوش خود می دانستند، تا اینکه شبکه جهانی وصال حق، زبان گویای ملت مظلوم و ستم دیده منطقه، برنامه منبر وصال چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 خورشیدی مصادف با 22 آوریل 2015 میلادی را به مشکلات تاجیکستان اختصاص داد. در این تریبیون آزاد، ملت غیور تاجیکستان از دردها، فرنجها و دلهای زخمی خود گفتند و پرده از جنایتهای ضد انسانی نظام طاغوتی حاکم بر کشور برکشیدند. آقای رحمانوف، شما یک روز میری به زیر خاک و ملت بزرگ تاجیکستان میمانه و شما چه بخواهی چه نخواهی زنهای تاجیکستان حجاب خواهند پوشید، مردان تاجیکستان ریش خواهند گذاشت، ملت تاجیکستان هزاران بلکه صدها هزار مدرسه و مسجد خواهند ساخت. اما برای شما غیر از رسوایی و بدبختی در دنیا و آخرت چیز دیگری نخواهد بود. ملاهای درباری بنا به دستور مافیای قدرت با سمپاشی‌های مداوم بر علیه شبکه جهانی وصال حق خواستند با دروغ‌ها و مکاری‌ها چهره ننگین ظلم و استبداد خود را بپوشانند. سایت‌های تکفیری شیعیان اجیر ایران که بافت مذهبی تاجیکستان را به فتنه و آشوب کشیده، تمامی رموز دینی این ملت آزاده و با ایمان از صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا اهل بیت و همسران ایشان، مادران مؤمنان رضوان الله علیهم اجمعین را با تهمت‌های ناروا و فحش و ناسزا به باد مسخره و استهزاء گرفته اند. این بار با حمله به وصال حق و جانبداری از فرعونیان خوناشام و دزدان چپاولگر نشان دادند تا چه اندازه با ملت و خاک تاجیک دشمنی و حقد و کینه دارند. این مگسان گرد شیرینی که از سویی به خاطر پشیزی مال خود را به کشور بیگانه فروخته، با کلنگ سیاست‌های آتش افروزی و چپاولگری ایران کشور را ویران می کنند، خواستند از آب گلالود ماهی بگیرند، غافل از این که روی ننگین و سیاه آنان دیگر قابل پوشیدن نیست. آنها با دفاع از ظالم ستمگر این بار خود را در آتش اشک یتیمان و آه بیوه زنان و زخم دل جوانان و نفرین ایمان ملت تاجیک سوزاندند. ملتی که ایمانش را در زیر شکنجه های ابرقدرت کمونیستی روسیه حفظ کرد، هرگز وزوز خرمگس های امروزی نخواهد توانست ایمانش را بدزدد. درود بر ملت شکست ناپذیر و مؤمن تاجیکستان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است.